على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. احتیاط کن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. انسان دوراندیش می ایستد تا ببیند و فکر کند، بیاندیشد و باز دوباره نگاه می کند و به سرانجام کارها می اندیشد. سنجیده قدم می گذارد، قاطعانه فکر می کند و با احتیاط پیش می رود تا پشیمان نشود. اگر کار به دلخواهی او انجام گرفت، خدا را ستایش می کند و از فکر و اندیشه اش تشکر می نماید و اگر کار این طور نشد، راضی می شود، غمگین نمی گردد و می گوید خداوند چنین مقدر کرده بود و همان کاری شد که خدا خواست. بله شنونده عزیز، گاه ها می شود که آنچه که ما می خواهیم انجام نمی یابد با سبب های گوناگون و این را ما باید بدانیم که آنچه که خداوند مقدر کرده است به ما بهتر و خوبتر است و این کار به ما خیر است، برای همین انجام نیافت و باید به این تقدیر باوری کنیم و هیچ غم و اندوه و پشیمان نشویم. چنان که خداوند خواسته است این می شود و خواهش خداوند بهتر است از خواهش ما بندگان.